سلام، من حمیدم. اینجا هم هایتونه. خوش اومدیم به کانال من. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ ادامه برنامه‌نویسی ساده با پایتون. تو ویدیوهای قبلی در مورد خروجی نشون دادن و دیتا تایپ ها صحبت کردیم. توی این ویدیو قصد داریم که بیایم حالا روبروی اون خروجی گرفتن ورودی گرفتن رو بگیم. خب ما خیلی وقتا نیاز داریم که توی برنامه یه چیزی رو نشون بدیم. گفتیم اینو میایم با پرینت انجامش میدیم. مثلا میگیم پرینتمون 1 2 3. خب وقتی برنامه رو اجرا کنیم برامون 123 رو چاپ کنیم. میتونیم مثلا یه متغیر داشته باشیم، اون متغیرمون رو صدا بزنیم. مثلا یه متغیر دارم به اسم age و میام اونو صداش میکنم، میگم که پرینتش. بعد اگه میخواستیم که مثلا بیایم و چند تا چیز رو توی یه خط چاپ کنیم، میتونستیم بیایم و از کاما استفاده کنیم. مثلا بگم که یه متنی برای من چاپ کن، مثلا I age و یه متن دوباره یه رشته دیگه بعدش years old. و وقتی من اینو اجرا میکردم خب به جای age اون عدد رو میذاشت و جمله رو برای من کامل چاپ میکرد. این حالا از این که خب ما میتونستیم مثلا حالا ما چون جمع رشته رو با هم گفتیم، یعنی جمع رشته ها با هم رو گفتیم، میتونستیم اینجا مثلا به اضافه هم بذاریم به جای اینکه این کاما رو بذاریم. و شاید مثلا اون کاربرد این به اضافه کجاست؟ وقتیه که من میخوام مثلا اینو بیرون این پرینت بسازمش. مثلا میگم یه متغیر دارم به اسم send همون sentence که این مساوی همچین چیزی، بعد میام این send رو پرینت کنم. اما وقتی من اینو اجرا کنم توی این مورد خاص خب به ارور میخورم. چرا ارور؟ چون age یه اینتیجره و نمیتونستیم استرینگ رو با غیر استرینگ جمع کنیم. پس من 2 تا کار میتونستم بکنم، اینکه اینجا اینو تبدیلش کنم به رشته با کوتیشن، یا اینکه بیام و اینجا اینو بندازم توی پرانتز و بگم تو بشو استرینگ و بعد اینا رو با هم جمع میکرد و میذاشتم. فقط نکته‌ای که بود اینجا یه سری اسپیس باید بذاریم که توی خروجی فاصله رو اینجا بین 25 و ام و years ببینیم. خب ما این از حالا پرینت که گفتیم. امروز می‌خوایم نقطه مقابلش رو بگیم. وقتی می‌خوایم یه داده‌ای از کاربر بگیریم، یه ورودی تستی به برنامه‌مون بدیم، برای همه اینها نیاز داریم که یه جایی باشه که اون ورودیه رو از ما بگیره، ما بتونیم یه چیزی تایپ کنیم براش بدیم. برای این کار دستوری که داریم دستور اینپوته. چون پایتون خیلی زبون ساده‌ایه از نظر سینتکسی و ساختاری، دستوراتش خیلی به انگلیسی نزدیکن، انگلیسی عامیانه، و خب اینپوت ورودی یادمون نمیره و پرینت مثلا خروجی چاپ کردن اینم یادمون نمیره. حالا وقتی ما برنامه رو به صورت عادی یه پرینتی حالا هر چیزی یه برنامه ای رو اجرا میکنیم، ما وقتی اجرا میکنیم این پایین توی ترمینال یا حالا توی CMD هم اگه اجرا کنیم همین اتفاق میفته. اول یه دایرکتوری رو به ما نشون میده، ما توی این دایرکتوری الان هستیم، یعنی پیج، یعنی این صفحه کدی که ما نوشتیم، این فایلی که اینجا هست input.py توی این پوش هست، توی این فولدره و ما یعنی در واقع الان ما اینجاییم. خب حالا برای اینکه این فایل اجرا شه باید همچین دستوری نوشته بشه. وقتی این دستور نوشته بشه و اینتر زده بشه، حالا ما توی VS Code به صورت خودکار این کار رو انجام میده، برنامه ما اجرا میشه و وقتی هم که اجرا شد و تموم شد دوباره اون دایرکتوری به ما نشون میده، اون آدرس رو به ما نشون میده. اما وقتی ما میایم پرینت رو اینپوت رو مینویسیم میبینیم که برنامه ما هنوز داره کار میکنه. در واقع چرا این اتفاق میفته؟ چون که مشخصه دیگه، ما منتظر ورودی برنامه. پس اگه ما یه چیزی تایپ کنیم و اینتر رو بزنیم، ورودی گرفتنش تموم میشه با اینتر زدن و از جایی که بعد از این اینپوت ما هیچ چیزی ننوشتیم، پس برنامه هم کامل کارش تموم شد. خب ما این ورودی رو گرفتیم، چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ مثلا من میخوام بگم که I am حالا همون age years old، ولی این age رو میخوام از کاربر بگیرم. خیلی منطقیه و خیلی حالا مشخصه که ما میتونیم این رو بریزیمش توی متغیر و اینو مساویه یه متغیر قرار بدیم، همونجور که حالا قبلا گفتم، شاید هم نگفتم یادم نیست. توی پایتون وقتی ما یه مساوی قرار میدیم، یه مساوی میذاریم، در واقع داره یه چیزی رو با یه چیز دیگه برابر قرار میدیم.
حالا اتفاقی که میفته اول میاد چیزی که سمت راسته رو حساب میکنه مقدارش رو کامل، وقتی این حساب شد میریزه توی جعبه‌ای که حالا سمت چپ اسمشه رو قرار دادیم در واقع. پس ما اینجا میتونیم یه متغیر تعریف کنیم و مساوی بذاریم مقدارش رو با این اینپوتی که میگیریم و الان اگه اجرا کنیم برنامه رو مثلا من میدم 25 اتفاقی نیفته. منطقی هم هست که اتفاقی نیفته چون که ما بعد از این اینپوت کاری نکردیم، فقط ریختیمش الان توی متغیر به اسم ایج. الان هر چیزی که ما وارد کنیم رو به عنوان ایج میشناسیم. خب حالا اگه بخوایم بیایم اون پرینت رو انجامش بدیم میگیم که دوباره پرینت I am age years old. الان من هر عددی که بدم به جای ایج میذاره و میبینیم که الان نوشته I am 15 years old. به همین راحتی ما میتونیم از کاربر ورودی بگیریم با دستور اینپوت بریزیم توی متغیر و اونو استفادهش کنیم. اما نکته که خیلی مهمه اینه که بریم تست کنیم، مثلا مثل همین کاری که این بالا کردیم. من اینجا این رو میسازم و بذارین یه بار بدون این استرینگ کردنه پرینت انجام بدیم. اسپیس هایی که میزنم صرفا هم که خاناتر باشه وگرنه هیچ چیز اجباری نیست. و من میام سن و تأثیری هم نداره و بعدش میام سن رو چاپ میکنم. الان من یه عدد وارد کنم میبینیم که I am 20 years old I am 20 years old. ما دفعه قبلی وقتی ایج رو مساوی 25 گذاشته بودیم میدیدیم که توی این ساختن سنتنس اون ارور میداد. چرا؟ چون که میگفت این ایج یه چیزیه که غیر استرینگه ولی این و این استرینگه، نمیتونی استرینگ رو با غیر استرینگ جمع کنی. اما الان اروری نمیبینیم ولی ما عدد وارد کردیم، ما 20 زدیم، 20 عدده اینته، حتی فلوت هم نیست که بگیم این فلوت. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که میفته و میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم اینه که اون چیزی که به عنوان اینپوت دادیم، همونجور که حالا میتونیم بریم توی داکیومنت ها بخونیم یا توی وی اس کد یا حالا اون آیدی دیگه ای که دارین روش نگه دارین احتمالاً نشون خواهد داد خروجی دستور اینپوت یک استرینگ هستش. خیلی نکته مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بیایم پرینت کنیم تایپ این ایج رو، چی خواهد گفت؟ به ما خواهد گفت که این ایج خواهد گفت که ایج از کلاس استرینگه، تایپش رشته است. پس دلیل اینکه اینجا هیچ اروری ما ندیدیم توی این خط همین بود، ایج یک رشته است. پس مثلا اگه برنامه ما اینجوری باشه که خب 1 سال ازش گذشته باشه و در واقع حالا مثلا میخوایم به سن یه دونه عدد اضافه کنیم و بگیم که خب ایج رو به اضافه 1 کن و دوباره بیا حالا در واقع اینو مثلا اینجا بذار. حالا من اینو اجرا میکنم، انتظار داریم که مثلا من اگه اینجا بدم 18 یه بار بگه که 2 بار بنویسه من I am 18 years old و یه بار بنویسه I am 19 years old. انتظاریه که ما داریم. ولی وقتی ما 18 رو اینتر بزنیم 2 بار I am 18 years old رو نوشته، اما بار سوم رو میبینیم که بهمون ارور داده. چی گفته؟ گفته که فقط میتونی استرینگ رو با استرینگ جمع کنی. آها، اینو ما دفعه قبلی هم دیدیم که ما نمیتونستیم یه عدد یا هر چیزی رو استرینگ نیست با استرینگ جمعش کنیم. و البته خب امروز هم یادآوریش کردیم، این ویدیو هم یادآوریش کردیم. چرا؟ همونجوری که دیدیم الان ایج یا متغیری که ما اینپوتمون رو داخلش ریختیم اون همیشه استرینگه، ما قطعا نمیتونیم با یه عدد جمعش کنیم. برای همین ما خیلی وقتا، یعنی اکثر مواقعی که میخوایم با اعداد از کاربر بگیریم به عنوان ورودی، میایم و همون اول خب چند تا کار میتونیم بکنیم دیگه. ما میخوایم اون عددا رو تبدیلش کنیم به اینت، میگیم ایج رو مساوی بذار با اینت ایج. چه اتفاقی میفته؟ اول سمت راست حساب میشه،
یعنی یه ایجی میره پیدا میکنه بالا که اینجا بوده، تبدیلش میکنه به اینت و دوباره میرزه تو خود ایج رو جایگزین میکنه با اینتیجرش. ولی ما خیلی وقتا خیلی ساده تر و کوتاه‌تر مینویسیم که کل اون اینپوت رو میندازیم توی دستور اینت و میگیم هر وقت خواستیم عدد بگیریم میگیم اینت اینپوت و الان برنامه ما درست کار خواهد کرد. مثلا اگه بدم 18 بهمون ارور. چرا؟ اینجا ما جمع کرده بودیم اما ایج الان شده عدد، پس دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. پس همون کار قبلی رو میتونیم انجام بدیم، اینو تبدیلش کنیم به استرینگ. شاید این مثالی که مثلا اینجا میبینیم که خب من الان اینو چرا به اضافه کردم، خب میومدم مثلا اون اول کاما میذاشتم اینا، شاید همچین مثلا سوالایی بیاد تو ذهنتون که خب چرا چیکار میکنی، چرا مثلا وقتی میتونی با کاما اینو چاپ کنی چرا اومدی این کارو بکنی، به اضافهش کنی حتما که بخوای تبدیلش کنی به استرینگ. خب چند تا چیز هست. اینکه ممکنه ما خیلی وقتا مثل اینجا نیاز داشته باشیم این کل این جمله رو توی متغیری داشته باشیمش، یعنی فقط نمیخوایم چاپش کنیم، میخوایم باشه توی برنامه وجودش باشه و بعدن شاید توی جای دیگه برنامه داشته باشیم استفاده کنیم. اما نکته دیگه اینه که در واقع این مثال حالا شاید خیلی مثال مسخره بیاد ولی ما داریم جاهایی که نیاز داریم مثلا با به اضافه اون رشته رو بسازیم، یعنی نمیتونیم با کاما بسازیم. چرا؟ چون مثلا اینجا خب ما اسپیس نیاز داشتیم اسپیس دادیم، ولی خیلی وقتا هست ما میخوایم اون رشته دقیقاً به هم بچسبه، نمیخوایم که فاصله بیفته بینشون. اگه ما توی پرینت با کاما اینا رو از هم جدا کنیم یه دونه اسپیس بینشون میافته، بین آی ام و ایج و یر. برای همینه که من اینجاها اسپیس نداشتم اما مثلا اینجا اسپیس گذاشتم. خب دلیلش همین. و نکته بعدی اینه که اینا مثالای تمرینی هستن. مثالای تمرینی شاید مسخره به نظر بیان ولی برای اینکه شما ببینید چجوری میتونید این کار رو انجام بدین و توی مثالای اصلی توی پروژه‌هاتون بتونید ازش استفاده کنید از اونجور امکانات. این هم از ورودی گرفتن. یه نکته دیگه ای که در مورد ورودی گرفتن هست اینه که ما بعضی وقتا توی برنامه چند تا ورودی ممکنه داشته باشیم. مثلا یه ورودی داریم اینپوت که یه اینپوتی داریم که این نیم رو قراره بگیره و اینپوت دیگه ای هم داریم که این قراره ایج رو بگیره و قراره چاپ کنیم مثلا name is age years old. فلانی انقدر سالشه. مثلا میگم که علی 19. علی is 19 years. مثلا سارا 23. سارا is 23 years old. و خب اگه من این برنامه رو الان دارم می‌نویسم می‌بینم که خب اولی نیمه دومی ایج، پس حواسم هست که اول اسمو بدم بعد عدد رو بدم. اما ممکنه این برنامه رو بدیم به مشتری ندونه که آقا کدو نمی‌بینه مشتری یا اون کارفرمایی که دارم کد ما رو نمی‌بینه، صرفا می‌خواد کار کنه ببینه برنامه ما درست کار می‌کنه یا نه. یا اصلا خودم بعد ماه‌ها بعد روزها میام سر برنامه می‌خوام تستش کنم ببینم که خب تا کجاشو نوشتم برم شروع کنم ادامه. برنامه‌ام یهو می‌بینیم 500 600 خط کد حداقل. می‌خوام ببینم که چی به چیه. یا ممکنه اصلا بیشتر از 2 تا ورودی داشته باشیم. 10 تا ورودی داشته باشیم من ندونم اول باید کدومو بزنم، پنجم باید کدومو بزنم، هفتم کدومو بزنم، آخر کدومو بزنم. طبیعتا یادم نمیمونه، خیلی سخته. برای همین میتونیم توی این پرانتزی که اینپوت داره یه متنی بنویسیم به عنوان هینت، به عنوان راهنما، به عنوان چیزی که اون کسی که میخواد ورودی وارد کنه بدونه چی باید وارد کنه. این متن هیچ تأثیری تو نوع ورودی ما نمیذاره، فقط و فقط به عنوان راهنما چاپ میشه توی ترمینال. مثلا میگیم اینجا که enter your name، 2 نقطه هم میذاریم که مثلا بیاد و بنویسه جلوش. اینجا هم میگیم enter your age. اینجا میگه همونجوری که داریم میبینیم میگه enter your name. مثلا میگم مونا enter your age 24 مثلا. یه مونا is 24 years old. این هم که گفتم هیچ تأثیری توی عمل کرد نداره رو ببینیم. مثلا ممکنه من اینجا اشتباهی سن رو بزنم تو بعدی اشتباهی عدد رو بزنم. همونجوری که میبینیم خروجی همون ترتیب رو رعایت کرد، اول 19 رو گذاشته بعد همین رو گذاشته.
خب جمله بی‌معنی شده و این یه باگ میتونه باشه توی برنامه ما که هرچی پیشرفته تر بشیم باید بتونیم اینجور باگا رو هندل کنیم که کاربر هر ورودی دلش خواست نده به برنامه. و خب هکرها میان از همین چیزا استفاده میکنن، تست میکنن برنامه ما رو که با چه ورودیایی ممکن اطلاعات درس کنه و خیلی وقتا هم اگه ما حواسمون به ورودی‌های نامعتبر نباشه میتونه اون اطلاعات درس پیدا کنه. در واقع منظورم اینه که ورودی نامعتبر منظورم اینه که خب وقتی ما enter your name زدیم ممکنه یک نفری نخواد اسم وارد کنه و ما باید حواسمون باشه اگر یک نفر یک زمانی اسم وارد نکرد ما چی کار باید بکنیم، برنامه باید چی کار بکنیم. خب همه کسایی که از برنامه ما استفاده میکنن آدمای خوبی نیستن، آدمای با نیت خوبی نیستن و همیشه باید برنامه‌مون رو برای بدترین حالات بنویسیم. الان من گفتم خب یادمون میره اینا چی باید وارد کنیم، حتی با وجود اینها هم ممکنه اشتباه وارد کنیم یا یک نفر اشتباه وارد کنه، پس باید مرحله بعدش هم ببینیم که خب اوکی من اینجا نوشتم اینتریور نیم ولی آیا همه نیم وارد میکنن؟ قطعا اینطور نخواهد. و فعلا تا اینجا با دانشی که داریم میتونیم در همین حد کنترل کنیم این قضیه رو و برای اینکه ویدیو طولانی تر نشه به نظر ویدیو رو تموم کنیم و توی ویدیوی بعدی در مورد دستورات شرطی توی برنامه‌نویسی مفصل صحبت کنیم و چند تا مثال باحالم میزنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه کسی رو میشناسین که برنامه‌نویسی علاقه‌منده خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو باش اشتراک بذارین و امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. سوال، انتقاد، پیشنهاد چیزی اگه داشتین میتونین هم ایمیل کنین برام، هم توی کامنت ها برام بنویسین. شاد و خوشحال باشین. فعلا خدا نگهدار.